پیونیر یک اکانت بانکی امریکایی است که میتونیم با ایجاد یک اکانت پیونیر بیشتر از 7 اکانت بانکی در آن داشته باشیم و همزمان از تمام آنها استفاده کرده میتونیم و هر ترانزکشن یا پرداختی که برای ما صورت میگیرد بدون کدام تأخیر به اکانت ما واریز میشه. اسناد لازم برای ساخت اکانت تجاری پیونیر از هر کشور فرق میکنه. مثلا اگر در امریکا هستید باید LLC داشته باشید و اگر در انگلستان هستید LTD یا هم در هندوستان هستید باید GST داشته باشید تا بتوانید اکانت تجاری پیونیر را بسازید و همچنان باید یک اکانت بانکی تجارتی داشته باشید که به اکانت پیونیر خود وصل کنید. اکانت تجاری پیونیر سهولت‌های زیادی دارد. مثلا اگر شما فریلنسر هستید یا هم تجارت بزرگی دارید، خدمات مشاورتی یا هم خدمات دیجیتال ارائه میکنید، پیونیر میتواند یک گزینه بهتره برای شما باشد. در ویدیوی مقایسه پیونیر با پیپال معلومات بیشتری در مورد پیونیر داده شده که میتوانید با استفاده از لینکی که در قسمت دسکریپشن گذاشتم ویدیو را ببینید. خب برای ساخت اکانت پیونیر ابتدا وارد سایت پیونیر میشیم و اگر شما از لینکی که در قسمت دسکریپشن گذاشتم وارد سایت شوید $25 به عنوان هدیه از طرف پیونیر بعد از اولین ترانزکشن دریافت میکنید و اگر ترانزکشن شما بیشتر از $30,000 باشد $250 دریافت خواهید کرد. وقتی که وارد سایت شدیم بالای گزینه رجیستریشن در قسمت راست بالای صفحه یا هم بالای گزینه Open Your Account کلیک میکنیم و یک پاپ اپ اسکرین برای ما باز میشه. در این پاپ اپ اسکرین معلومات ابتدایی درباره خود ما و تجارت ما میخواد. در بخش Let's Get Started اول نام خود نوشته میکنیم، دوم تخلص خود نوشته میکنیم، سوم شماره تماس که فعال باشد، چهارم ایمیل آدرسی که مربوط به کار باشه، پنجم نام راجستر شده تجارت خود را نوشته میکنیم، ششم اگر وبسایت داشتیم URL وبسایت خود پیست میکنیم و هفتم هم کشوری که تجارت ما در آن ثبت شده را انتخاب میکنیم و از اینجا به بعد که مربوط به معلومات ابتدایی تجارت ما میشه در اول پرسیده که What best describes your business cross-border payments activity، یعنی بهترین توصیفی که فعالیت پرداخت های فرامرزی تجارت شما را بیان میکنه چیست؟ ما گزینه I am both sending and receiving overseas payments را انتخاب میکنیم، یعنی پرداخت های بین المللی هم ارسال و هم دریافت میکنیم. و برای این سوال که پرسیده Which business type or legal structure best describes your business، یعنی کدام تجارت یا ساختار حقوقی بهترین توصیف برای تجارت شماست، ما هم در جواب سوالشان گزینه Registered as a company یا Partnership را انتخاب میکنیم، یعنی راجستر شده به عنوان یک تجارت یا پارتنرشپ. و اینجا که پرسیده چند کارمند دارید، اگر هیچ کارمندی در شرکت خود نداشتیم گزینه Just Me را انتخاب میکنیم و همچنان سوال کرده که چند نهاد بین المللی را اداره میکنید. ما هم نظر به تعداد نهادهای بین المللی که تحت اداره ما هست انتخاب کرده یا هم گزینه نن را انتخاب میکنیم و در اینجا که پرسیده How do you receive your cross-border payments، به این معنا که چطور پرداخت‌های فرامرزی خود را دریافت میکنید. Receive payments from online marketplaces only، این را انتخاب میکنیم. به این معنی که ما فقط پرداخت‌های خود را از طریق بازارهای آنلاین دریافت میکنیم و در قسمت بعدی هم بازارهای آنلاین که برای ما پول پرداخت میکنن انتخاب میکنیم. مثلا ما آمازون، فایور و اپورک را انتخاب میکنم. و آخرین سوال این است که به طور تخمینی ماهانه چقدر پرداخت‌های فرامرزی برای ما انجام میشه. ما هم از $5,000 الی $10,000 را انتخاب میکنیم. بعد از جواب دادن آخرین سوال این صفحه یکی از گزینه ها را انتخاب میکنیم. اگر بالایی را انتخاب کردیم باز پیونیر در مورد پیشرفت ها، محصولات و برنامه های خود به ما ایمیل روان میکنه. اگر میل به دریافت ایمیل از پیونیر ندارین باز میتونین که گزینه دوم را انتخاب بکنیم و قبل از این که بالای Next کلیک کنیم یک بار تمام معلومات خود را از سر چک کرده و بعدا بالای گزینه Next کلیک کنیم.
خب بالای کامپلیت رجیستریشن کلیک میکنیم و وارد مرحله اصلی ساخت اکانت پیونیر میشیم. بله دوستان عزیز، مراحل اصلی کار مانده. شاید فکر کنید چقدر سخت است، اما اصلا سخت نیست. فقط یک کمی مراحل از چیزی که فکر میکردید زیاد است. و اگر این مراحل را با مراحلی که در بانک‌های افغانستان وجود داره مقایسه کنیم، خیلی کم است. به دلیل اینکه معلومات زیادی از ما میخواهند، یا مجبور هستیم در چندین صفحه امضا کنیم و بسیار سوالات را جواب بدیم که پیونیر نسبتاً آسان است. خب بیشتر از این وقت را تلف نمی کنیم و مراحل را پی هم تکمیل میکنیم. در بخش Getting Started اولین سوالی که پرسیده شده ای است که آیا تجارت ما در کدام دولت، اداره صدور جواز تجارت یا اداره مالیات ثبت شده یا خیر، و باید قبل از ایجاد اکانت پیونیر تجارت خود را در یکی از این نهادها ثبت کرده باشیم که کار ما راحت و بدون کدام مشکل پیش برود. چون از قبل این کار را کردیم، بله را انتخاب میکنیم و بعداً جواب تمام سوالات را به حروف انگلیسی می نویسیم. در اینجا نامی را که برای تجارت خود انتخاب کردیم به صورت دقیق می نویسیم و همچنان اینجا که نوشته Doing Business از DBA اختیاری است خالی میگذاریم و می پردازیم به سوالات بعدی که نوعیت تجارت ما را پرسیده. ما Limited Liability Company را انتخاب میکنیم و این که فرق بین LLC و LTD چیست در یک ویدیو جداگانه به صورت مختصر توضیح میتم، چون این ویدیو گنجایش نداره. بعد از این دوستا اگر کمپانی ما وبسایت داشته باشه URL وبسایت خود به صورت دقیق میرسانیم. سوالات جزء بعدی این مرحله مربوط کسی میشه که از طرف مالک کمپانی مورد تایید باشه. این شخص خود ما میتونیم باشیم یا نماینده ما. بعد از نوشتن نام و تخلص شخص ایمیل آدرس را نوشته میکنیم و برای اینکه مطمئن شویم ایمیل آدرس درست نوشته شده ایمیل آدرس را دوباره نوشته میکنیم و برای جواب آخرین سوال ای بخش تاریخ تولد دقیق شخصی را که معرفی کردیم می نویسیم. بعد از اینکه مطمئن شدیم جوابات درست است بالای گزینه Next کلیک میکنیم و میریم به بخش بعدی. بخش Contact Details آدرس دقیق و شماره تماس فعال را میخواه. شما که در افغانستان هستین و میخواین که در امریکا یا کدام کشور دیگه برای خود کمپانی بسازین، نیاز به خرید آدرس و شماره مجازی دارین که من لینک هر دو وبسایت را در قسمت دسکریپشن ویدیو میگذارم. اگر تا حالا خریداری نکردین از این مرحله پیش نروید. شماره ای را که اینجا نوشته میکنیم باید فعال باشه تا کد تاییدی را دریافت کنیم. پس بالای سند کد کلیک میکنیم و کد بعد از حل کردن معما که اشکال را به جهت اشاره دست تنظیم میکنیم برای ما ارسال میشه. کد تاییدی را اینجا نوشته میکنیم و بالای گزینه Next کلیک میکنیم و وارد بخش معلومات امنیتی اکانت میشیم. ایمیل آدرس از قبل اینجا هست. با تعقیب ایمیل آدرس یک پسورد قوی به اکانت خود میتیم و دوباره همون پسورد را در قسمت پایین که گفته ری انتر پسورد نوشته میکنیم و یک سوال امنیتی از لیست برای خود انتخاب کرده جواب میتیم. جزء بعدی مربوط به کمپانی آیدی هست. کشوری که تجارت ما در آن ثبت شده از قبل رسانده بودیم، حالا EIN یا Employee Identification Number که از اداره مالیات دریافت کردیم را میرسانیم و همچنان تاریخ راجستر شدن بزنس یا کمپانی خود را نوشته کرده بالای گزینه Next کلیک میکنیم و میرسیم به آخرین مرحله نهایی درباره بانکی که ما برای بزنس یا تجارت در آن اکانت بانکی باز کردیم معلومات میخواد. اول این که بانک در کدام کشور موقعیت داره و دوم این که اکانت دلاری است یا کدام ارز دیگر. سوم این که نام بانک را انتخاب میکنیم و چهارم هم اکانت نمبر خود نوشته میکنیم. با تعقیب اکانت نمبر راوتینگ نمبر را نوشته میکنیم و از این منیو کرنت اکانت را انتخاب میکنیم و در آخر با پالیسی و فیس‌های پیونیر موافقت کرده بالای گزینه سابمیت کلیک میکنیم. بعد از کلیک کردن بالای گزینه سابمیت اکانت ما به ریویو میره. بعد از 2 یا 3 روز اگر در هیچ یکی از کدام مراحل اشتباه نکرده باشیم اکانت ما فعال میشه.
اگر این ویدیو برایتان مفید بود لایک و سابسکرایب یادتان نره و در کامنت هم بنویس که ویدیو بعدی مثل همین ویدیو کوتاه و مختصر باشه یا توضیحات بیشتر نیاز است. تا ویدیو بعدی بدرود.